سعیده شرمتова خوننده صنف 11 مکتب مخصوص برای کودکان قوه بصیرتشان سست و نابینایان شهر خوجند میباشد. او امروز در المپیاد شهری بین نابینایان در نماد بازی ششکه اشتراک نمود. سعیده از خودی در دل آرزو داشت که شامل بازی بهترین شود. بعد از به مکتب مخصوص برای کودکان قوه بصیرتشان سست و نابینایان شهر خوجند آمدن، در اینجا از نازکی‌های این نماد بازی آشنا گردید. استاد اولین سعیده پدرش میباشد. قهرمان گزارش ما همه ساله در المپیادها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان میگردد. من در حاضر ششکی خیلی خوب نقض میبینم خودم. با در آینده شахмат یاد گرفتن میخواهم. هر وقت خالگی ما با پدرم نولی وقت ششکه باز میکنیم. با خونگی ها مایم باز میکنم. با دستیاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و کمیته کار با جوانان و ورزش و تشکیلات جمعیتی نابینایان تاجیکستان در ولایت سوخت همه ساله المپیاد شهری عاید به نماد بازی ششکه را بین شخصان قوه بصیرتشان سست برگزار می‌گردد. سن سال اشتراکچیان المپیاد در این سال از 15 تا 60 ساله را فرا گرفت. همین جوان‌هایی که حاضر هستند باید یک کسب آموزند، یعنی این شахмат آموزند که این آینده در مسابقه‌های جمهوری بین المللی حاضر هست. همین و ها هستند درخواست ها هستند که باید بین شخصان امکاناتشون محدود اشتراک کنند، چون که در دوره شوروی جمعیت نابینایان تاجیکستان یکی از جمعیت‌های پر اقتدار در ساحه ورزش بوده. در اتحاد شوروی جایهای نمایان را می‌گرفتند و امروز در بین ما چمپیون‌های جهان عاید به نماد ششکه شахмат هستند. در برابر قهرمانی گزارش ما سعیده امروز در المپیاد نفران زیاد اشتراک نمودند. دلفوزه نیز یکی از آنها میباشد. در سال این جانب دلفوزه در نماد بازی ششکه اشتراک میکند و میگوید که در وقت‌های خولگی با فرزندانش بازی میکند و با آنها نازکی‌های بازی را میآموزاند. تا این دم در بسیار المپیادها اشتراک نموده صاحب 14 افتخارنامه و نشان گردیده است. وقتی که با فرزندم بازی میکنم خرسند میشم که وای من میبرد حرکت کداز باز کدام به ام خرسند میشم ده. البته این نمود ورزش اعصاب آرام کنی میشد، از هر خیل پریشانی ها دور میکند. وقتی که ششکه بازی میکنیم فکر فقط به زمین بازی و میشد آواره میشد. آنچه بهتر است برای آدمی معیوب ششکه بازی اگر تواند نیست. امروز در جمعیت نابینایان شهر خوجند ورزشکارانی هستند که در مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. عثمان حسنوف در 25 سالگی بازی ششکه را از خود نموده است. عثمان امک بغیر از بازی ششکه اینچنین دیگر نمودی بازی را انجام می‌دهد. آینده جوان‌ها بیان بازی کنند. این بازی آدم به سلامتی و فایده شد. اساساً وایتونه وای میکند ده عصب آرام میکند. فکرانی هم مویو نقص اکنون دیگر وای خود وای نمیکنم. ما با معقول همین بازو سیسته شده استاد مسابقه رفته استیم. در چاره‌بینی 10 نفر از مکتب مخصوص برای کودکان قوه بصیرتشان سست و نابینایان شهر خوجند و 14 نفر از تشکیلات جمعیتی نابینایان تاجیکستان در شهر خوجند اشتراک نمودند. در آخر به اشتراکچیان افتخارنامه و تحفه‌ها سپرده شد. غالبان به دوره ولایتی راه یافتند. قهرمان گزارش ما سعیده شرمتова در المپیاد امروز سزاوار جای نمایان گردید. نیت دارد معلمه این نمودی ورزش شده شاگردان را تربیت نماید. گزارش نسیم جان ابویف و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.